خوبی؟ آره تنهایی دیگه اومدم یه قصه جدید واسهتون بگم. قصه خوب چه آماده این بریم با هم ببینیم. بریم ببینیم. سارا داری چی کار میکنی؟ دارم تلویزیون نگاه میکنم. چی نگاه میکنی؟ دارم پرواز کردن یه موشک رو نگاه میکنم که میخواد بره کره ماه. کجا فره؟ کره ماه. کره ماه کجاست؟ نزدیکه؟ بیا بریم تا نشینت بدم. کجا فری؟ بیا بریم حیات. اون ماهه میخوان برن اونجا. این سفیده جلومو گرفته نمیذاره ما خوب ببینه. جلومو گرفته چیه؟ اون خود ماهه دیگه. اینه خب ما نردبون برم اونجا رو نپره که. نه تری اون خیلی دوره، نمیشه با چیز دیگه رفت. من میخوام برم کره ما. چطوری میخوای بری؟ تو که موشک نداری. موشک نداره؟ خب نداشته موشک. بیا بریم تلویزیون رو ببینیم. آتیش فرهاد فهمیدن. فهمیدن یه کشف بزرگ درست میکنه. میبرم یه درخت منتظر میکنم تا ماه برسه ته کوچه. بعدش میکشم میفرم میرم روی پای ما. من چقدر خوبه. آره یه طیوف پیدا کردن. اونو بریدم خیلی خوب شد. آها اونو بستم به دوتا شاقه درخت. خب چجوری چقدر موشکی درست کردم. خودمو چجوری بکنم؟ یه تلافی منم بود درخته خودم باش میکشم بغل. بعد ول میکنم برم تا ته کوچه روی ما. خیلی خوبه. ما اومد ته کوچه تنابو کشیدن دیگه زورم نمیرسه بلش کردن. به چه پروازی چرا تنبو یه ذره بد میره. این دیوار داره میاد جلو. برو کنار با دیواره برو کنار. نه کنار. آخ صورتم. هنوز مفتن کوچم دوباره امتحان میکنن. رفتم دوباره سواره مشکل شدن. تنابو کشیدن ولش کردم. چه پروازی چقدر پرواز خوبه. بازم که خونه های همسایه چرا اومد جلو. دارم میرم خونه های همسایه شیشم که مخصوصا که اما کلام میشکنه. پنجرهاش هم که وازه که دارم میرم تو خونه های همسایه. چیکار کنم؟ تری وایسا دیگه. تری وایسا چرا وای نمیسی آخه. سلام های همسایه حال شما خوبه؟ سلام داری خوبی؟ پنجره اومدی تو؟ تعجب نمیکنم. آقای همسایه میخواستم برم کره ما. توی فصل با درخت ماه رسته اون ته کوچه خودم رو فرزاد کردن. دیدم خونه شما وسط راه ماهه. اومدم میسخری بهش با بزنم دیگه آخه. تری برای رفتن به ماه موشک لازمه، بدون موشک نمیشه رفت ماه. مرسی فهمیدم آقای همسایه. خداحافظ من رفتم. کجا میری تری؟ صبر کن. کجا؟ این لونه خوبه. یه لونه معوی پیدا کردن. یه مقدار مقفا با چسب. یه موشک خوکشن ساخته. چیکار کنن؟ یه صندلی هم درست کنه. خوب شد. فقط حیف که جای تلویزیون نداره. اگه داشت خیلی خوب بود. تو فرواز ما تلویزیون هم نگاه میکردن. واسه خاطر چیکار کنم؟ فهمیدن زیر چوب روشن میکنم دیگه. بعدش پرواز میکنه. موشک ها بودم توی حیات. یه مقدار چوبشن کردن. موشک رو داشتم روی چوبا
رفتم توی موشک کفریت یادم رفته که بود که آمدم بیرون رفتم کفریتم آوردم چوبا خیلی سخت روشن شدن فکر میکنم موتور موشکم زیاد خوب نیست ولی کارشان روشن شد دیگه حالا رفتم تو موشک چرا موشکم خوبه چرا موشک فو میده بوی محقا سوخته میده صندلیم چقدر داغ شد خودم آتیش گرفتم کمک چرا آف میفاشی آخه موشکم خاموش شد از دستتون اگه خاموش نکرده بودم که الان خودت هم آتیش گرفته بودی. نه رسیده بودم خونه ما با این موشک مقوی بدون موتور داشت خونه چوب جمع کرده بودم آخه بیا بریم من یه کتاب برات بخونم که دیگه ببینی چجوری موشک کار میکنه تا بتونی شاید بسازی. سارا کتاب رو واسم خون تازه فهمیدم موشکم چه اکشنی داشته الان دیگه ماه رفته فرقای موشک دیگه میسازن باش میرم ما احتمالا رنگ موشکم خوب نبوده رنگ نداشتم خوب رنگش کنم واسه همین نرفت کنیم ما الان دیگه خوافم میاد میخوام بخوافم شما مراقب خودتون باشین خیلی دوستتون دارن بابای خداحافظ